and let's just say you banned all people from Iran, which is what he did, monster. Let me introduce you to this very interesting Iranian girl. Matter of fact, she's probably the most intelligent toddler in the world. Yeah. جناب آقای متهم نیامده است. ساکت. ساکت باشین. خانم چرا اینقدر اعصاب خودتون رو خورد میکنی؟ اما من بذارم لطفا. خب جناب متهم، Judge Deldar has worked in this court for 2 years. Mrs. Maher is the court secretary. She's been working here for 27 years. قدیما راجع به ازدواجتون هم صحبت می‌کردید، الان هم صحبت می‌کنید یا نه؟ آره، چون میگفت حالا به ما بگید که من چیکار بکنم که گرفتار همینجور آشغال پاشغالا و همینایی که هر روز طلاق میدن دینها گرفتار همینها نشید. ایشون میخواست چند وقت تصمیم گرفته بود که یک طالبه‌ای باشد که درس حوزه خوانده باشه که وارد باشه خانه، درست به هر حال زندگی بکنه. ولی نظرت همین بود؟ یک روح الله میده بود رفت درس طلبی بخونه. از اون وقتی که دونستم که باید شوهر نکنم، از اون وقتی که این دادگاه رو دیدم که طلاق میگیرن اینطوری شوهرها، از اون وقت شروع کردم.